عمر عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. سرزمین ما خود از آثار او سر می شود، این زمین با او به دنیای برابر می شود. درود بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه نوبتی خوان ادب را در اساس آثار ماندگار سردفتر ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی پیشنهاد شما می نماییم. مهمانان نوبتی برنامه خوان ادب شاعر خلقی تاجیکستان اسکر حکیم و اینچنین دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان هستند که با اشتراکشان برنامه ما را زینت می‌بخشند. می‌خواستیم در آغاز برنامه نظر شما را دایر به آثار ماندگار استاد صدرالدین عینی بشنویم و چی باعث گردید که استاد سردفتر ادبیات معاصر تاجیک انتخاب شدند؟ خب ببینید، در آخر عصر 19 و اول عصر 20 در منطقه‌ای که ما امروز زندگی میکنیم ادبیات به یک حالت بحرانی گرفتار شده بود و اساساً اگر شعر را گیریم، اگر از تقلید و تتبع و پیروی از شعرهای گذشته مخصوصاً از میرزا عبدالقادر بیدل رواج داشت. و خوب زمان که نو میشد البته بوی زمان نو، نسیم خوب زندگی تازه از کشورهای دیگر به این طرف هم میرسید و از بس که اساساً روشنفکران ما در اون وقت در بخارا و در سمرقند بودند، خب ادبیات هم در اونجا خب رواج داشت. ولی متاسفانه همچنانی که گفتم خب به طلبات زمان نو کم جواب داده می توانست و استاد عینی از اولین ادیبانی بود که این طلب زمان نو را به خوبی احساس کردند و درک کردند و کوشیدند که خب به نیاز زمان و مردمی که میخواهد زندگیش یک اندازه اقلا تغییر پذیرد خب اثر نویسند. بنابر همین هم استاد پیشتر هم که از طبقه های خیلی هم زحمتکش مردم برآمده بودند، زندگی مردم را خوب میدانستند و شعرشان هم انعکاس کننده زندگیشان بود و اینها سبب شد که استاد عینی به نوشتن واقعیت زندگی روی بیارند، هم در خب شعرشان اولها و بعداً در نثرشان. بنابر همین استاد عینی خب اولین شعرهایی که گفتند از خب در زمان نو در نظر دارم از شعرهایی که همراهشان بود فرق میکرد با تازگی و نثرشان هم همچنین. بنابر همین اون کس خب سردفتر ادبیات محسوب می شود که وی توانسته باشد در ایجادیاتش اون تجربه بزرگی را که ادبیاتشان پیشتر داشت در خود جمع کرده تواند و در اساس آن یک چیزی تازه بگوید و استاد عینی همین گونه شاعر و نویسنده شدند. اول با شعر خب در ادبیات ما جای گرفتند، چون که خب مرش حریت، سرود آزاده و دیگر شعرهایی گفتند واقعا هم نوآورانه بودند. و از جهت دیگر ببینید در ادبیات ما در آن زمان نثری که ما امروز خب میشناسیم همچون نثر بدیعی خب به این رویه، به این شکل، به این قالب که مثلا در حکایه گفته می شود، در قصه پاویس گفته می شود یا اینکه در رمان گفته می شود وجود نداشت و اینها را اولین بار استاد عینی در ایجادیاتشان این شکلها را استفاده کردند و این گونه اثرها را آفریدند. بنابر همین سردفتر ادبیات معاصر شناخته شدنشان حق حلال استاد عینی است. تشکر. واقعا استاد صدرالدین عینی ارزنده چنین عنوان بلند هستند و در یک رباعی میگن که این باغ ز نخل کهن آراستم، وان نخل به تیغ خانه پیراستم، سیرانگه زیاده کردم به شما هرچند ز عمر خود بس کاستم. برای
زنده نگاه داشتن نام ملت تاجیک و برای زنده نگاه داشتن نام خیش استاد عینی بس خامه و دفتر فرسودند و امروز خرد و بزرگ ملت تاجیک از این ابرمرد راه ادب با نیکی یاد میکند و چون میبینیم استاد در استودیو دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان هستند و میخواهند که از اشعار دلنشین استاد عینی شعرها قرائت کنند. مرحبا. مدامینوف سیرایت الله هستم. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب؟ شما هم در نوا آیید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستان دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کس بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. همین شعر استاد عینی یک شعار میان تمام ملت تاجیک شده است که واقعا بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. و تا جای اندیشه میکنم که این شعر، این بیت ها خوانندگان رو باز هم وادار میکند که بیشتر رو به کتاب آرند. سفرزاده ماهپاچا هستم. با پرده تا به چندین راز تاجیک، بیا بنشین شنو آواز تاجیک. چو قمری می سرایم نغمه چون که، گرفتارم به سرو ناز تاجیک. به ذهن صاف و استعداد فطری، نباشد در جهان انباز تاجیک. سخن را چون عروسان زیب داده، زبان معرفت پرداز تاجیک. هنرها پیشه ها ایجاد کرده، به دنیا قوه جانباز تاجیک. یقین دانی که انجامش به خیر است، به یاد آری اگر آغاز تاجیک. جهان را سر به سر سنجیده دیده، به عهد رفته چشم باز تاجیک. فقط به مکتبی در عهد حاضر، کمی مانع شد از پرواز تاجیک. پس از چند به خاموشی غنودن، برآمد عاقبت آواز تاجیک. سعید فکرام هستم. یاری من شیرین ادایی می کند، هر زمان صد دلربایی می کند. می کند با دوستان بیگانگی، دشمنان را آشنایی می کند. در وفایش عمر شد آن شوخ نیز، همچو عمرم بی وفایی می کند. گرچه شام هجر ابرآلود را، ماه رویش کم نمایی می کند. کلبه احزان تاریکی مرا، یاد رویش روشنایی می کند. یاری من از من جدا شد دوستان، جانی من از من جدایی می کند. دردم از بی لطفی یار است و بس، خواهد از لطف دوایی می کند. عینی مسکین به حسب حال خود، بیت سعدی گدایی می کند. یاری من اوباش و کلاش است و رند، بر من اما پارسایی می کند. آفرین. مرحبا. عبداللهیو مونیسته هستم. ای که از غیر تو در هر دو جهان یار ندارم، غیر ورزیدن عشق تو دیگر کار ندارم. گر تو دلداری منی فکر دل و جان ننمایم، گر تو یاری حذر از طعنه اغیار ندارم. گر غمی خویش بگویم به تو باید که مرنجی، به کی گویم غم خود غیر تو غمخوار ندارم. خود مگر لطف کنی از سر احسان و مروت، ورنه از مطلب خود جرأت گفتار ندارم. به گل روی تو مشکل که شود شاد دل من، روز هجران هوس رفتن گلزار ندارم. گر تو داری سر یاری و وفاداری عینی، به وفای تو که در نیک و بدت کار ندارم. شرافزاده نورانبی هستم. راز دل می گفتم هر یک محرمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم
همدمی می داشتم. در شب هجران نمی شد زخمی دل ریشی روان، گرز وصل یک پری رو مرهمی می داشتم. مهنتی گیتی به تلخی کیره بودی جانی من، بوسه گر از لبی ایستادمی می داشتم. می نشد یک لحظه فارغ یار از غمخوریم، بوالهوس آسا نگر تا بی غمی می داشتم. از تماشای گل سرخ از چی می ماندم جدا، گر به کف چون اهل عالم درهمی می داشتم. اینقدر در اضطراب افتادم از فکر خود، می شد آرامم اگر از خود رمی می داشتم. چون ترازو کی شدی سرگشتگی با من نصیب، عینی ار فکری نه از بیش و کمی می داشتم. تشکر، بسیار خوب است. مرحبا. نظر و معرفت هستم. این همه شیرین لبان افتاده در بندی شما، یعنی از جان بنده ای لعلی شکرخندی شما. از خیرام دوش در دوای رعنایی به باغ، بند کردن شکر را قامتی قندی شما. ای قد و رخسار و زلف و چشم و ابرو رحمت، یک دلی مسکین چی خواهد کرد با چندی شما. گرچه رفت از یادتان یادی دلی غمگینی ما، دور باد از غم الها طبع خرسندی شما. کی بود از لطفتان بر آرزوی دل رسد، عینی ای بیچاره یعنی آرزومندی شما. بله، کی بود از لطفتان بر آرزوی دل رسد، عینی بیچاره یعنی آرزومند شما. خب استاد، میخواستم در ادامه برنامه با یک سوال به شما مراجعت کنم. چی ضرورت پیش آمد که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن به استاد عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد؟ خب البته ببینید این ضرورت تاریخی بود که از جانب پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در زمان درک کرده شد. زیرا ما یک جامعه دموکراتی می ساختیم و برای مستحکم کردن پایه های این جامعه باید از رکنهای بسیار هم مستحکمی فرهنگ، علم، سیاست، معنویت باید استفاده می کردیم. و استاد عینی هم واقعا همین گونه رکن نهایت پابرجا و قامت افراخته علم و فرهنگ تاجیک بودند. و باز هم اگر به تاریخ مراجعت کنیم، برای شناخته شدن ملت تاجیک همچون یک قومی که در این منطقه در بین ملت‌های دیگر زندگی می‌کند، از همه بیشتر خدمت استاد عینی در اول عصر بزرگ بود. زیرا به قلم آمدن کتاب نمونه ادبیات تاجیک که در آن از عصر 10 شروع کرده، از استاد رودکی سر کرده تا اول عصر 20 خب نماینده های علم و ادب را جمع کردن و در یک مدت کوتاه آن را در یک شکل کتاب به چاپ رسانیدن، این کار نهایت بزرگی بود که شاید بغیر از استاد عینی کسی دیگر از عهده این برآمده نمیتوانست. بنابر همین خب در اول عصر 20 در نظر دارم من، خب برای شناختن و همچون ملت که باید دولت داشته باشد در خب اتحاد جماهیر شوروی آن وقته، مردم تاجیک خدمت استاد عینی بی سابقه بزرگ است. بنابر همین هم نهایت از روی عدالت بود که خب پیشوای معظم ملت اولین خب این عنوان نهایت پر افتخار را به استاد عینی خب سزاوار دانستند. خب چون برنامه ما استاد هم باید با صحبت گرم شما رنگین شود و هم با شعرخوانی دانشجویان. من شریزه ادینه محمد. از فیض یزدان خان است مکتب، بر لعل عرفان کان است مکتب.
به جان جسد را قدر نباشد. جسم است انسان، جان است مکتب. از مکتب باید آسایش دل، مخبور دلها زنسان است مکتب. به مکتبان را نبود حیات، آب است مکتب، نان است مکتب، سعد است مکتب، خیر است مکتب، عز است مکتب، شان است مکتب. بر بینش چشم نور است دانش، بر تن دانش جان است مکتب. بر ماهی جان آب است عرفان، بر مرغ عرفان دان است مکتب. صنوبر حکمت الله هستم. باد امشب مشکبار آید همه، گویی از کوی نگار آید همه. وقتی آن آمد کش آید دل ز غم، کز چمن بوی بهار آید همه. لاله چون لعل لبی جانان به چشم، آتشین و آبدار آید همه. مشکاور باد عنبربو شمال، از یمین و از یسار آید همه. خوش بود خارا کنار آبشار، یار همگر در کنار آید همه. در غمم امسال عینی زین غزل، یادی شادی های پار آید همه. غلامова گلافزا هستم. چون گرفتار هوای یار گشتم ناعلاج، از فراقش خسته و بیمار گشتم ناعلاج. همچو کاکل روز و شب افتادم از دنبال او، تیره اتوار و پریشان کار گشتم ناعلاج. یار من شد با رقیبان کوچه و بازار گرد، سخره هر کوچه و بازار گشتم ناعلاج. نیست با اغیار آن قلاش را مهر و وفا، دوستدار زمره اشرار گشتم ناعلاج. عشق سرکش پند و یار دوست را نشنید هیچ، مستحق طعنه اغیار گشتم ناعلاج. نه زر و نه زوری و نه زاریم آمد بکار، به زر و به زوری و به زار گشتم ناعلاج. عرضی من ایز قبول زنگل رعنا ندید، پیش اهل عشق عینی خار گشتم ناعلاج. تمیروا فیضگل هستم. ای مانده قدم برای مکتب، اولیست مقام و جوه مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. مکتب به تو داد دور نایاب، مکتب به تو داد علم و آداب. برخیز برخیز گذار خوابی خود را، برگیر به کف کتابی خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است اگر تو را به مکتب. سعی بینما و علم و آداب، بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. با کیف مرودبک هستم. یا رب این بیماریم از چشم شهلای کی بود؟ خشک مغزی هایم از زلف سمنسای کی بود؟ بر سری خاکم کنید ای دوستان افغان بلند، کین تنی مسکین اسیری قد بالای کی بود؟ از نظر بر کام دشمن رانده حالم کس ندید، دیده ای احباب من محوی تماشای کی بود؟ گفته بودی گفته ای دشمن نخواهم گوش کرد، دوستان را از نظر راندن به اغوای کی بود؟ شفق دیدارت مرا سویت دلیل راه شد، ور نرفتن بر سری کوی تو یارای کی بود؟ بر نظر آشفته و بیچاره می آید بسه، بر سری عینی ندانم شور و سودای کی بود؟ واقعا اشعار استاد عینی دلنشین است و از جانب دانشگاه ملی تاجیکستان باز هم دلنشینتر صدا داد. میگفتید که نقش استاد عینی در نگاه داشتن اصالت زبان تاجیکی چگونه است؟ خب در این جاده هم خدمت استاد عینی بی‌نظیر است. اولش برای آنکه استاد عینی اولین کسی بودند، اولین نویسنده بودند، همراه
عبدالرؤوف فطرت، خب منظم و دیگر همسالان خود و هم پیشگان خود که به زبان تازه خب ادبی اثرها نوشتند و همه نویسندگان ما در خاطره هاشان می نویسند که آنها وقتی که آدینه به چاپ رسید با شوق و هوس خب بیمانند این کتاب را می خواندند، صحیفه به صحیفه حتی اذیاد می کردند، زیرا سبک اسلوب نگارش استاد عینی تازه بود و به زبان مردم بسیار هم نزدیک بود. استاد عینی نه تنها با واسطه اثرهای بدیعیشان، یعنی عملاً خب زبان تازه ادبی تاجیک‌ها می آفریدند، بلکه به واسطه ده ها مقاله هایشان که در روزنامه های خب همون سالها نشر می شد تشویق و ترغیب می کردند. بنابر همین خدمت استاد عینی در شکل گرفتن زبان ادبی امروزه تاجیک بی نهایت بزرگ است. از دو جهت همچنانی که گفتم، هم از جهت عملی که به واسطه این زبان حکایه هاشان را نوشتند، قصه هاشان، خب رمان‌هایشان، پاوست‌هایشان، یادداشت‌ها را نوشتند که بهترین اثر یادداشتی محسوب می شود و همچنین به واسطه مقاله هایشان زمینه خب زبان ادبی را گذاشتند. زیرا استاد عینی از ادبیات کهن ما که بسیار خوب باخبر بودند می دانستند که معیار زبان ادبی امروزه باید از زبان ادبیات کلاسیکی ما گرفته شود، البته نه با آن طمطراقی که در اثرهای بعد از عصر 15 نصر جای داشت. مثلا در عصر 18 19 هم با اون درجه نصر طمطراق و پر از کلمه‌های نافهمای بود که خب امکان نداشت که آن را مردم خب عام یا که عوام خوانده فهمد. بنابر همین واقعا دوراندیشی استاد عینی در آن بود که این چیز را درک کردن در زمانش و زبانی را خب راه اندازی کردند که هم برای دانشمندان هم و برای مردم عامه نزدیک و فهما بود. خب ببینید در مقاله هایشان قید میکنند که ما به ضمن اون ذخیره بزرگی که در زبان ادبیات کلاسیکی همان هست، ما باید همه روزه از شیوه های مردم تاجیکستان، از شیوه های گوناگون کوهستان و خب وادی ها باید واژه های را که نهایت زیبا هستند و در زبان مردم هستند گیریم و استفاده کنیم. بنابر همین نقش استاد عینی در شکل گرفتن زبان ادبی معاصر تاجیک نهایت بزرگ است و ببینید هر کسی که سردفتری یک ادبیات می شود در یک مرحله معینی تاریخی، مثلا در ما در عصر 10 استاد ابو عبدالله رودکی باشد، بعد از 10 عصر 1000 سال دیگر استاد صدرالدین عینی اساسگزار ادبیات نوین، ادبیات معاصر تاجیک است و هر کسی که سردفتر می شود اون دیگر مقام زبان آفرین نیز دارد و به نام استاد عینی آفریده نشدن زبان ادبی معاصر تاجیک پیوسته است. این محصول کار ایشان است. بنابر همین ما باید امروز هم و فردا هم از روی اون مصلحت هایی که استاد میدادند و نشاندادهایی که در مقاله هایشان موجود است باید زبان ادبی آنها را تکمیل دهیم، ثروتمند کنیم و سبکش را شیوای گوار نماییم. واقعا به مثل استاد رودکی نام استاد صدرالدین عینی نیز با چنین غزل ها و شعرها و آثار ماندگارشان جاودانه است، چون اگر شعرهای استاد رودکی را بخوانیم می اندیشیم که گویا دیروز نوشته باشند. استاد عینی نیز بسیار اینه که چون شما قید کردید تازه گفتند و برای همه فهما و در یک غزل میگویند که دوستان عرض امیدم بر نگار من برید، رحمت بر خاطر امیدوار من برید، یا به من از خاک پایش سرموار آورید، یا مرا در رهگذار شهسوار من برید. زندیار و شهر تنگم شهریار من کجاست، لطف آرید و مرا در شهر یار من برید.
در پریشان روزگاری گر رود عینی زی دهر جمع بنشینید و یاد از روزگار من برید. واقعا ما نیز می توانیم هر لحظه از استاد عینی از روزگار آن کس یاد آوریم و در این قسمت برنامه دانشجویان شعرهای قرائت میکنند که شاعران معاصر تاجیک در ستایش استاد عینی گفته باشند. مرحمت یک جمله شنویم. بی باید همچو عینی با سخن بود، بی باید همچو عینی با وطن بود. تمامی زندگیش جستجو بود، تلاش و غیرت و ننگ و نما بود. بلند از او بگشت آواز تاجیک، عزیز و همدل و همراز تاجیک. اگرچه زخمها بر پشت خود داشت، قلم از ننگ اندر پشت خود داشت. سخن را کارگر چون مومیا کرد، به هر درد و شکستی ما دوا کرد. کلامش همچنان پربار باشد، همه رمز و همه اسرار باشد. کند روشن چراغ جان ما را، دهد معنی شکوه و شان ما را. صدای زنده تاریخ عینیست، بزرگی گر همین نبود اگر چیست. حبیبی خلق بودن در همه حال، ادیبی خلق بودن در همه حال. گذشت او آن همه تصویرها را، گذشت او آن همه تصویرها را. به نامیدان امید آورد عینی، همه شب بود شد آورد عینی. زهی مردی چنین است و چنان است، وجودش بر جهانی در جهان است. به هر معنی سخنداری همین است، که یعنی خود وطنداری همین است. ز لوح گورها تا مرمر سرد مزارستان، ز خاک مردگان زنده تر از زنده در گوران. ز نقش هر کتیبه نقش ناخون در تن زندان. ز ساحل‌های بی دریا ز دریاهای بی جریان. تو ما را کافتی استاد، تو ما را یافتی استاد. ز اعماق فراموش خانه های تیره تاریخ، ز آن خاک شده آماجگاه تیر بدخواهان. چو ابیات پریشان که ماند از رودکی میراث، تو ما را جمع آوردی ز هر مجموعه و دیوان. تو ما را زنده گرداندی، به ما را شناساندی. ز عصیان ها و شورش ها، ز کل بود و نابودش. ز فریاد تبالودش، ز فردوسی و محمودش. ز خونهایی که بحر خنبه های همگینانش ریخت. ز اندوه طرب آلود و شادی غم آلودش. تو جستی سرنوشت خلق، آغاز و سرشت خلق. چو ایوانی ولنگاره که نه بام و نه دیوارش. چو دیواری حصاره که نه سنجه و نه بالارش. تو تاریخ خراب خلق را ترمیم ها کردی، شناساندی به بنیادش، به فرهنگش، به آثارش. که ما هم آدم ما خیر و از این عالم ما خیر. چو گمجویی که می جوید پی گمگشتگانش را. چو تنهایی که می جوید ز دنیا دوستانش را. نشانی مردمان جستی تو از 6 ساحه تاریخ، برای حاجت امروز گنج باستانش را. که به دیروز حالا نیست، که به امروز فردا نیست. زیومنی انقلاب که استادت بود خود گفتی، برون آوردی یک یک مرده ها را تو ز گورستان. و اندر تاجگاهی هر کدام تاج بنهادی، هدایت کردی آنان را برای خدمت دوران. به آنها جان عطا کردی، سر منبر برآوردی. ز مسندها و منظرها، ز چنگ راه کشورها. ز اوراق بیاض و حرف ناخوانای دفترها. ز سرهای که روی دارها هم بوده سرافراز. ز هر داره که بشکسته
زیباری فطرت سرها تو جستی نام تاجیکان مراد و کام تاجیکان. تو را چون همت و فطرت عالم پناه بود، به چشم انداز تو پیدا جهان مرغ و ماهی بود. همه پیچ و خم تاریخ را با سر گذشته تو، که از مردانگی خلق آثارش گواهی بود. شدی خود هیکل دیگر، به مردم مشعل دیگر. چو از زندان رها گشتی، خیالم نور و فضل و شیر از زندان رها گردید. زبان ما به دعوت‌های دوران هم صدا گردید. صدایش را جهان بشنید، جهان بیکران بشنید. تو خود یک انقلاب در شعور مردمان بودی، تو خود یک استراب در نهاد این و آن بودی. تو چون مشتی گره بسته، چو تیری در کمان بودی. تو از ما ساخته ما را، ز ما بشناخته ما را. بس از خاکستری خاموش آتش ها فروزاندی. شررهای بسا از سنگهای سرد رویاندی. سری گور نیاگان مشعله افروختی از می. از این رو همچو مشعل در سری دستی زمان ماندی. چونین اندر جهان گردگردان، چونین اندر جهان روح آزادان. بزرگان را بزرگان زنده می دارند، بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارند. ببینید بزرگی استاد عینی رو که قریب تمام شاعرانی که بعد از آن کس به جهان آمدند در ستایش استاد شعر گفتند و حتی شاعران جوان امروز ما، یکی از آنها سفر عبدالرحیم عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، یک رباعی خیلی زیبا گفته است: نام تو بود نشانه ملت ما، چشم تو چراغ خانه ملت ما. از گلشن راز تو شکفت ای استاد، گلواژه جاویدانه ملت ما. به اندیشه شما که گفتیم قریب تمام شاعران در ستایش در وصف استاد عینی شعر گفتند، این از چی درک می‌دهد؟ خب ببینید، البته از بزرگی استاد درک می‌دهد و وقتی که ما درباره ادبیات صحبت می‌کنیم، خب ادبیات معاصر صحبت می‌کنیم، چهره درخشان استاد عینی پیش نظر می‌آید. خب وقتی که درباره علم تاجیک صحبت می‌کنیم نیز همچنین. زیرا استاد عینی اولین پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان بودند. خب اکنون ببینید، وقتی که ما درباره زبان صحبت میکنیم همین گونه است. چهره استاد عینی و اثرهای ماندگار استاد عینی، مخصوصا یادداشت‌ها و مقاله هایی که استاد درباره زبان نوشتند و همچنین از نویسندگانی که بعد از نسل استاد عینی به ادبیات وارد شدند وقتی که صحبت میکنیم، از جمله از ساتی ملوغزاده، جلال اکرامی، فاتح نیازی، رحیم جلیل، استاد میرزا ترسونزاده، همه‌شان به یک آواز میگویند که ما شاگردان استاد عینی هستیم و از مکتب استاد عینی گذشتیم. بنابر همین طبیعی است که به هر ساحه زندگی امروزه ما، هم به ساحه فرهنگ، هم به سیاست، هم به معنویت، هم به علم که نظر می‌دوزیم، در پیش چشممان خب چهره استاد عینی مجسم می شود. بنابر همین هم خب بهترین شاعرای ما خب درباره استاد عینی شعرها گفتند، خاطره ها نوشتند، خب کتاب ها نوشتند، پاویست ها نوشتند، رمان ها نوشتند و این چیز من خیال میکنم که باز هم دوام خواهد کرد. بله، و اینچنین باز هم شعرهای دانشجویان نیز دوام دارد که شاعران در ستایش استاد عینی گفتند. مرحبا. داشت بر بنیاد ملت اعتقاد استاد عینی، زنده باد استاد عینی، زنده باد استاد عینی. دید ملت چند قسم است،
چند قسم اندر طلسم است. دید ملت آرمانی است، خار اجداد کیانی است. روی فرهنگ نیاگان ره کشاد استاد عینی. زنده باد استاد عینی، زنده باد استاد عینی. جمع کرد از هر کناره، نسخه نسخه پاره پاره. روح پاک اجدادان کرد شاد استاد عینی. زنده باد استاد عینی، زنده باد استاد عینی. دوشنبه عرصه پیکاری عینی است، علمبردار و دلبرداری عینی است. بسا پرنور از دیدار عینی است، بسا پرزور از افکار عینی است. به خارستان او باغ بپا کرد، به بشکفتن ورا عمر صدا کرد. شکفتن را نصیب خارها کرد، ز گل بهتر شکفته خار عینی. برای کشور پیرش عصا شد، قد خمگشته کشور رسا شد. به بیمار طبیب جان فزا شد، طبیب شد خود این بیمار عینی. دوشنبه را ز همت کرد دارا، دوشنبه هم ز عینی شد دلارا. به سوی جاویدان با جسم خارا، روان شد پیکر پادار عینی. وطن خواهد یک تکرار عینی، که بتواند کشیدن بار عینی. بخواهد هر کس آزار عینی، بماند در ته دیوار عینی. اینجا قسمت از آن شعرهایی که در ستایش استاد عینی شاعران ایجاد کردند ما از جانب دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان شنیدیم و خود شما نیز استاد یک شعر مؤثر در باره استاد عینی ایجاد کرده اید که روزگار گذشته استاد را انعکاس میکند. خواهش میکنیم برای دوستداران شعر و ادب قرائت کنید. این شعر آفتاب خونشار نام دارد. تیره و پربیم بود پهنای ارگ، رفته بود خورشید از بالای ارگ. لشکر و درباریان از دو طرف، در میان ارگ میدان بسته صف. حکم می بردند عینی را کشان، بود سرش بر مشت بدخواهان نشان. خیرگی می کرد توف بر روی نور، تا کند چون خویش او را نیز کور. لیک عینی بیگمان می دید دور، عالمی مزدور و مرگ آن صدور. چون فرامد باز مشتی بر سرش، رفت زوری آخرین از پیکرش. هوشش آمد که ز پا افتانده اند، نزد یک غول به زانو مانده اند. خواست بر پا راست گشتن استوار، اختیار کرد اما کو مدار. خوشبگی گفت این عینی بود. ها بله گفتا گروه دیوده. ناگهان آمد صدای سینه سوز، نیست عینی این چه روز. دید عینی در زمان سوی صدا، قوت دل گشت آن حرف وفا. زیر لب می گفت عینی چاره جوی، بلکه این می گفت هر یک تار موی. ای دو تاری فقیر از عوام، ای تو ناموس عزیز و پاک عام. یک همین آواز تو آمد به گوش، از میان شور و غوغا چون سروش. یک همین آواز تو بس بود مرا، تا سپر بر جان و بر تن شد مرا. بعد از این
آینده هم نابود نیست. رنج من بیهوده و بیسود نیست. ای فدای این دروغ تو منم، من برای راستی جان میکنم. پس صدای قوشبیگی شد بلند، چون به سنگ خوردنی نیش کلند. چوب می باید زدش 75 تا بداند خوب آزادی چه گنج. غوله بگریفت در پشتش ورا، دامنش بردند تا گردن فرا. 2 نفر از دست و پایش داشتند، با عداوت چوب ها برداشتند. کرد سرمیری غضب بر اکی اوچ، میفرامد ضربه ها بر پشت لوچ. کنده هر یک ضربه اش 1 لخت گوشت، کوفت در هم پاره های سخت گوشت. بس که در پشتش نماند از گوشت هیچ، استخوان از ضربه ها میخورد پیچ. چون حساب چوب ها بشنید 60، گویا جسمش به حوض خون نشست. یک زمانی 66 آمد به گوش، ازدحام و مشمشش آمد به گوش. این چه سگجانه که حالا زنده است، غرق خون و سر به بالا زنده است. باز 9 ضربه دیگر آمد به پشت، اون نگه بر قوشبیگی کرد کشت. دید میدان کافتاب تازه رو میدمید از شانه خونشار او. واقعا یک داستان رقت آور است و در برابر شنیدن این شعر همون لحظه ها به یاد انسان میآید عذاب‌های استاد عینی و واقعا استاد عینی عنوان‌های بلند را تظاهرند به خاطر که با اینقدر عذاب‌ها نام ملت تاجیک را زنده نگاه داشتند. بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه ترانه را از اشعار استاد عینی از جانب آوازخوان انسمبل دولتی 6 مقامی به نام فضلالدین شهابی کمدی تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالمجید بابایف با هم میشنویم. مرحمت. روی موی چشم و ابروی و دهانت دلکش است. روی موی چشم و ابروی و دهانت دلکش است. قد و بستت دلکش و خالی لبانت دلکش است. قد و بستت دلکش و خالی لبانت دلکش است. شکلی ابرویت کمان اما کمان جان فیزاست. شکلی ابرویت کمان اما کمان جان فیزاست. کاری میجگانت سینان اما سینانت دلکش است. کاری میجگانت سینان اما سینانت دلکش است. هم گلستانی جمالی بی زوال دلکش است. هم بهارستانی حسنی بی خزان دلکش است. هم خیرامت دل ربای و هم ادای دل فریب. هم خیرامت دل ربای و هم ادای دل فریب. هم کلامت دل نشین و هم زبانت دلکش است.
هم کلام دل نشین و هم زبان دل کشد هم خیرامت دل ربای و هم ادایت دل فریب هم کلام دل نشین و هم زبان دل کشد بیغرض سر تا به پایت کانی حسن دل بریست بیغرض سر تا به پایت کانی حسن دل بریست هم شکر آمیزی تبری بیان دل کشد هم شکر آمیزی تبری بیان دل کشد روی و موی و چشم و ابروی و دهان دل کشد بینندگان عزیز، اینک بخش پرهیجان برنامه خوان ادب رو پیشنهاد شما می‌نماییم که بیت برک نام دارد. اما پیش از آغاز این بخش میخواستم از شاعر خلقی تاجیکستان اسکر حکیم پرسم که در دوران جوانی شما ژانر بیت برک تا چند اندازه محبوبیت داشت؟ خب بله، وقتی که ما در مکتب میانه یا اینکه حالا تحصیلات همگانی میگویند میخواندیم، نیز با همسنفامون این خوب بازی را میکردیم و بسیار هم بازی خوبی ادبی است، زیرا ذهن آدم را خیلی تیز میکند و مهمش این است که کس شعری از یاد داشتهش را همیشه میتواند فعالانه به یاد بیارد. و قاعده‌اش شما البته میدانید، در یادداشت‌های استاد عینی هم در این باره صحبت می شود و اون ژاژ ماژ هم البته میدانید که چهل استاد عینی از خب حالت بیرون می آیند و خب منظم را چه میکنند؟ خب مغلوب میکنند در این بیت برک. خوب قاعده‌اش البته این دانشجویان خوب میدانند که یک کس سر میکند. معمولا من خیال میکنم حاضر کوهزاد فتح‌الله برای شما بیت آماده کردن، البته حاضر خودشان سر میکنن، انا دیگر ببینیم که جوانات تا چه اندازه دوام میدن. مرحمت. استاد دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان بسیار فعال بودند در بخش‌های پیشین، اما به ما وعده کردند که ما در اساس اشعار استاد عینی بیت برک میکنیم و ما دو نفر رو دعوت میکنیم به صحنه. مرحمت. ماهپاچو و سرایت الله میخوان که بیت برک کنند در اساس اشعار استاد عینی و اینجا یک بیت رو ما از استاد عینی پیشنهاد میکنیم و شما را میباید با حرف آخر این بیت برک رو ادامه بخشید. دوستان عرض امیدم بر نگار من برید، رحمت بر خاطر امیدوار من برید. در پریشان روزگاره گر رود عینی ز دهر، جان بنشینید و یاد از روزگار من برید. در شب هجران نمی شد زخم دل ریشی روان، گر ز وصل یک پریرو مرهمی می داشتم. می نشد یک لحظه فارغ یار از غم خاریم، بوالهوس آسان اگر تا به غم می داشتم. می کند با دوستان بیگانگی، دشمنان را آشنایی می کند. در وفایش عمر شد آن شوخ نیز، همچو عمرم بی‌وفایی می کند. دردم از بی‌مهری یار است و بس، خواهد از لطف دوایی می کند. در چشم بینیش نور است دانش، در جسم دانش جان است مکتب. بحر تاریخ وفاتش عینی، گفت دیوان غزل رفت به گور. رفتم به جستجویش در کوچه ها دویده، هم جامه چاک کرده هم پیرهن دریده. تشکر میگویم جفتی اول رو و اینجا باز هم دو نفر دیگر میخوان که بیت برک میکنن. دعوت میکنیم. مرحمت. شما میتوانید با حرف ا بیت برک رو ادامه دهید. از مکاتب با سیاه‌جوی رضامندیم بود، از مدارس با خرابات قناعت داشتم. منظره سبز روان بخش بود، بوی شکوفه همه جان بخش بود. دید که جمعیت اطفال بود، هر یک از این جمع به یک حال بود. دوستان
فاجعه سخت بیامد به سرم. رفت از این فاجعه روح از تن و نور از بصرم. مهنتی گیتی به تلخی کیره بودی جان من، بوسه گر از لبی ایستاده می داشتم. مرا جز دیدن روی بتان چیزی نمی باید، بغیر از وصل جانان هیچ در خاطر نمی آید. در مسلمانان چوبوی از مسلمانی نماند، آشنای فرقه کفار گشتم ناعلاج. جگرم آب شد و ریخت زیدو چشم ترم. جگرم وا جگرم، وا جگرم، وا جگرم. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. در غمم امسال عینی زین غزل، یاد شادی های پار آید همه. تشکر میگم از شما. چی بها میدهید در بیت برکه که در اساس اشعار استاد عینی بود؟ خوب، جوان‌ها خیلی خوب اذیت کردن، خیلی خوب میخوانند با افاده و خوب همان زمان جواب میدن. تشکر. بسیار بیت برکه جالب بود که در اساس اشعار استاد عینی صورت گرفت و برای فعال بودن شما در برنامه خوان ادب، نشریات با نفوذ ادیب کتاب ها رو فرستادن تا که برای شما تقدیم کنیم. این نیز کتاب اختران ادب که در یکی از جلدهایش آثار منتخب استاد عینی به نشر رسیده است. از نورانبی و محمد خواهش میکنیم که کتاب ها رو به همسبقان خود تقدیم کنند. مرحبا. در پریشان روزگاری کرود عینی زدر، جمعین شینی یاد از روزگاری من برید. جمعین شینی یاد از روزگاری من برید. بینندگان عزیز، یادآور میشیم که در مهمانی ما بودند شاعر خلقی تاجیکستان اسکر حکیم و اینچنین دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان که با قرائت‌های زیبای خود برنامه ما را رنگین کردند. آثار بزرگ استاد صدرالدین عینی سراسر پند و اندرز حکیمانه بوده، همچون آفتاب درخشان است هرگز فرو نخواهد نشست. این بود برنامه نوبتی خوان ادب. تا دیدار دیگر سرفراز و کامیاب باشید.